سلام به همه. امروز می‌خوایم درباره یه مفهوم حرف بزنیم که هم زیباست و هم یک کم ترسناک. جاودانگی دیجیتال. فکری که تا چند سال پیش فقط توی فیلم‌های ساینس فیکشن بود. اما حالا با هوش مصنوعی و داده‌هایی که هر روز تولید می‌کنیم، داره قدم به قدم تبدیل به واقعیت میشه. تصور کنین روزی برسه که انسان‌ها بعد از مرگ از بین نرن و به صورت دیجیتال به زندگی ادامه بدن. اگه اپیزود بی رایت بک از سریال بلک میرر رو دیده باشین میدونین منظورم چیه. زنی با استفاده از پست‌ها و پیام‌های همسرش توی فیسبوک یه نسخه هوش مصنوعی ازش میسازه. It's me. I'm here. توی سریال آپلود از آمازون آدم‌ها قبل از مرگ ذهنشون رو آپلود میکنن و در دنیای لوکس و دیجیتال به زندگی ادامه میدن. اونجا دیگه مرگ پایان نیست، یک اشتراک ماهانه است. همین الان هم شرکت‌هایی هستن که نسخه‌های مجازی از افراد فوت شده رو میسازن تا خانواده‌ها بتونن دوباره با اونا حرف بزنن. شاید یه روز هر پست، پیام و صدایی که از ما میمونه تبدیل به قطعه‌ای از نسخه بعدی ما بشه. اگه این موضوع براتون جذابه، سریال بلک میرر اپیزود بی رایت بک و همچنین سریال آپلود رو ببینید. دو زاویه متفاوت از یک سوال مشترک. آیا جاودانگی آرزوی انسانه یا یک خطر برای آینده؟ اگه به مرز بین هوش مصنوعی، ذهن انسان و اخلاق تکنولوژی علاقه دارید، کانال رو سابسکرایب کنید تا اپیزود بعدی رو از دست ندید.